اگر امروز ما کمک کنم ما کوشش میکنیم که حال 40 نفر از امیر به 80 نفر 100 نفر وسط بدیم. نمایشگاه بسیار به شکل عالی و خوب است. همین شکل دزدوزی دوج زیادتر رواج است. عروسی دخترایشان می باشه بچه‌هایشان باز اونا میدهد. رینا نجیب برهانی هستم، مسئول کارگاه خیاطی زینت و همچنان یک تن از متشبثین ولایت جوزجان. من فارغ 14 رشته علوم اجتماعی هستم و قبل از اینکه زمینه این دولت تغییر میکرد من به صفت استاد خیاط در دفتر AWC کار میکردم. خواستم که یک پای ماشین داشتم، همین کسب را که داشتم با دو تا دخترایی که از مکتب مانده بودن شروع کردیم. روز بر استعداد شاگردای ما زیادتر شده، دلگرمی زیادتر پیدا کرده رفتن. ما در اول تنها بخش خیاطی لباسای زنانه را می‌دوختیم، طفلانه را. بعدا ما بخش دزدوزی ها را شروع کردیم که بخش بگزوزی است که در اینجا براتون شاید معلوم شد. بخش بگزوزی است، بخش موردوزی است، بخش خامک دوزی و کروشنی باطری شروع کردیم. در از نمایشگاه خارج از ولایت ما اشتراک کنیم. برای فایده زیاد داره، به خاطر که یکی که این مردم با تولیدات ما کدام نهاد کمک بکنه. ما پلان داریم که همین کار خود زیادتر وسیع‌تر بسازیم که حال 40 نفر از امیر به 80 نفر 100 نفر وسط بدیم. فامیلای هستن که بسیار بی‌بضاعت هستن، فامیلای هستن که از مکتب دخترایشان مانده. خوش هستم که به خاطر که ما تونستیم که زمینه کار برای تقریبا 40 نفر دختر خانم مهیا ساختیم. به گفته او بار مصارف هر روز بر شانه‌هایش سنگین‌تر می شود و تنگ دستی بر کار و زندگیش سایه می اندازد، اما با این هم قدرتمندتر از همیشه ادامه می دهد و می خواهد دنیای سبزتر از همیشه برای خود و دختران افغان بسازد. قدسیه هاشمی، آژانس خبری رویداد.